مردم که اینجا صدای ما و شما را میشنوه، فقط به مردم نشانه بودم که قرآن اهل بیت و قرآن اهل سنت یک قرآن است، لیکن به نام شیعه که مذهب جور شدنی هست، به خدا قسم که به می قرآن ایمان نداره. یک کتاب نیست، 100 کتاب نشانه میتونم. ما فقط به تو گفتم که امی علمای شما این رقم عقیده داره، چرا باز از امی علما مذهبت میگیری؟ نعره تکبیر. الله اکبر الحمد. آیا علی جان برادر عزیز، امی علمای شما که این رقم عقیده داره باید دین از اموتر علما باید گرفته شود؟ نه الله اکبر. خلاص شد. ما یعنی با یک دور نه قاری صاحب امیاله در خانه شیعه و سنی بره امی قرآنش از اول تا آخرش بخوان، یک حرفش بین خود فرق نداره، یک حرفش و نداره. ما میفهمیم، لیکن کتب شما میگه آل خو شما علمای شما حقیقت به شما نمیگه. ما او را قبول نداره. او تهمت بسته شده به امام ما. او آدمی که یک بزده تهمت یک به امام عالم ما. دو عالم همه علمای شما اموتر عقیده داره. ای کاش که شما شیعه امام علی جور شوید، شیعه ایران و شیعه فلان مولا فلان جور نشوید. ما امو از شما میخوایم که روز قیامت خداوند متعال از شما پرسان میکنه برادر عزیز که به نام اهل بیت آل ما مثلا یک محقق عالم شما هست، بله از خدا. کمره مرا واس کنید، ما پیشتر ترجمه کردم نی ترجمه کردم. دوستان لا تسرقوا خوندور کې هغه سم پرېږده. الله دې راته مخلص ملګری سرلوړي کړي. نزلت انا اللي عملت، انا اللي سويت. صبر. الان موجوده بالكرامات سعيد ابن المغيرة، گوش کنید. او عفوا المغيرة ابن سعيد. هذا الرجل سمعين مني كثير، 30,000 حديث كذب عن الامام الباقر. بله از خدا 30,000 رواية كذب على إمام باقر عليه السلام. دير زر رواية دير سو تپو پرسی کی سوئی 30,000 روایتها را از دروغ جور کرد به نام امام باقر. ای محقق عالم شما هست. یعنی علی جان تو فکر کنید که یک کس میایه، یک کس و باز میگه که این روایت ها در کتب ما به نام صحیح روایتان مشتگی هست که این روایت صحیح هست. 30,000 روایت ها به نام امام، فقط به نام امام باقر یک کس جور کرد. باز اینجا دیگه ببین بعض علمائنا بعده بيعتمد على روايته. هذا الرجل كذب 4,000 رواية عن الإمام الباقر. هذا الرجل هو صاحب عابدين. طلع فرقة اسمها الخطابية، بيرجعوا لابن الخطاب الكوفي. هذا الرجل مع الأسف بعض علمائنا بعده بيعتمد على روايته. هذا الرجل كذب 4,000 رواية عن الإمام الباقر. ابی الخطاب کسی دوم 4,000 روایت ها را جور کرد به نام امام باقر علیه السلام، با دروغ جور کرد. یعنی دو کس، او انسان عاقل، او شیعه، او عام شیعه، او برادر عزیز، او انسانی که عقل داری، دو راوی شما 34,000 روایت ها با دروغ جور کرد به نام امام. فکر کنید بلی از خدا، لا اله الا الله. خب علی بفرسید چی میگی؟ من قاری صاحب بگم که اینها همش تهمت زده شده و ما حجت نمیگیریم از کتابای اینها. این کتابا رو ما اصلا از اینها حجت نمیگیریم. اولترین کتاب در مذهب شیعه کافی هست. او امو کلینی عقیده داره که قرآن اصلی قرآن نیست. اول کتاب شما او انسان، او بلیاز خدا قاری صاحب که این در کتابا قرآن نه، کتابا همش دست خورده خود بشر است. کتابای شما دروغ آمده، از ما دروغ آمده. علی جان، علی برادر عزیز، تو امی قرآن قبول داری؟ الحمدلله. این قرآن قبول نداره، کافر هستیم ما. خب با امی قرآن خداوند متعال می فرمایی که همه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم جنتی و مؤمن هست. قبول داری؟ مگم در یک حدیثی از کتابات آمده که برادر اگر ما 300 هم صحبت کنیم نمیشه. تو فقط به قاری صاحب جواب بدی که قرآن چی میگه به او قبول دار. یعنی این خو نیست، نمیشه که ما میگیم قبول دارم، خب باز که صحبت برای سوال میپرسه، باز میگه نه ای تو نیست، ای تو است. علی سوال ما آسان است علی جان برادر عزیز. خداوند متعال در قرآن میفرماید که چقدر مهاجر هست و چقدر انصار هست، همه مؤمن واقعی هست و جنتی هست.
امی آیات قبول داری؟ قاری صاحب امی معاویه که امار به شهادت رسان اردوش بهشتیست؟ ما شما در قرآن گپ میزنیم. شما گفتی که پیش ما و شما قرآن هست. پیش ما و شما قرآن هست. در قرآن برادر عزیز با همه صحابه گفته شد از طرف خداوند متعال که همه واقعی مؤمنین هست و جنتی هست. امی قرآن قبول داری؟ امور نشان بده قاری صاحب. قرآن پیش تو که هست واز کنید. سورة التوبه، سورة الانفال واز کنید. پاره ده و سورة الانفال آیات 74. دوستانو لایف هم دغه سی ولای جام ولارده نه پیغام سی دغه دی موږ دغه خدای دې دی هلاک او تباہ برباد کی دغه بندیز خو دغه سی لایف سره خراب کړي د ټول سره تباہ برباد. ارزه محترم چې تر اوسه پورې د ملګریم سوسوي د 300 کسان په 300 کسان کې تر اوسه د لایف شرایط لاندې دي پوره کړی دا یو میلیون سکرین لاندې ټاکول ملګری ګوره بې ځای کړي دا یو پنځه نفر مسلمانان ستدي صحابه او د دې په لخر ست نور خو په خدای قسم کې انفال جزء ده میشه نه قاری صاحب؟ در سورة در جزء نو شروع میشه، در جزء ده ختم میشه. 74 لمبر روایت آیات هست. 74 قاری صاحب روزه کې خیرې مکو. قاری صاحب خیرې نه دي کړې. خیرې هغه کسان ته راوفیس ته کې چې څوک ریپورټونه په دې لا پوي باندې تاسو نه دي کړی. هر څوک په دې خیرو کې ځان مه شریکوي. تاسو ولې ځان شریکوي چې د الله مؤمنان بندگان استي به تاسو په ځان مه شریکوي. قاری صاحب خو تاسو باید پوه شئ په دې باندې دا چاته دسي وي څوک دې خبر نه مراد چاره بن کړی و دا لایف چاره به کدره بن کړی خو دته می کوي دغه وایي پیدا وهاجروا هجرت کرد وجاهدوا جهاد کرد فی سبیل الله در راه خداوند متعال. وهاجروا صحابه کرام همه از مکه المکرمه هجرت به طرف مدینه منوره کرد یا نکرد؟ قاری صاحب فی سبیل الله اوکی صحیح پیدا کردی یا نکردی؟ بله والذین آمنوا کسانی که ایمان آورد وهاجروا هجرت کرد وجاهدوا جهاد کرد فی سبیل الله در راه خداوند متعال. ای مهاجر خداوند متعال ذکر کرد. مهاجر از ابو بکر شروع، از علی رضی الله عنه شروع، از علی حیدری کرار و از عائشه ام المؤمنین همه مهاجر خداوند متعال میگه. باز ببینید والذین آووا و نصروا کسانی که پناه داد و مددش کرد. کی بود؟ ای انصار صحابه بود. در مدینه که کدام صحابه استقبال مهاجرین را کرد و جای داد، زمین داد، خانه داد و مددش کرد. اولئک هم المؤمنون حقا. خداوند متعال می فرماید که امی مهاجر و انصار مؤمنین بر حق هستند. اکبر الله اکبر. یک مهاجر و انصار که چقدر صحابه است خداوند متعال می فرماید که ای بر حق است. ای بر حق. بعض امو آیت لهم مغفره از طرف از جانب خداوند متعال برایشان مغفرت است و رزق کریم و برایشان رزق عزتمند هست. در کجا؟ در بهشت. حالی مثلا شما ابو بکر و عمر که در مهاجر و در صف مهاجر میآید، عثمان میآید، عایشه ام المؤمنین میآید، حالی شما قبول داری که او مؤمنین واقعی بود؟ والله قاری صاحب گفتن همتون دیگه نام نبرده از کسی اونجا. الله استغفر الله. يعني سبحان الله مسلمانان وداي وي اذا نسم ویلایسید ځکه دي نمونه نه دی راغلي. الله اکبر. يعني دي الله جل وعلا قرآن قبل ول دوی ته داسې دی لکه ملک الموت چې څو چاته ولاړ روح جنی اخلي. برادر عزیز ما به تو گفتم که خداوند متعال هجرت کسانی که هجرت کرد خداوند متعال نمیتونه که 120,000 صحابه نامش در قرآن بگیره. این قرآن باید چند جز سفاره جور میشه؟ از 70 و از 100 اگر از هر صحابی نامش گرفته شود. علی مثلا امام علی در امی آیات نیست. یک کس اعتراض میتونه بکنه که امام علی در امی آیات نیست، نامش نیست.
همه موها خداوند متعال چه اهل بیت بود چه صحابه بود از مکه المکرمه که هجرت کرد طرف مدینه خداوند ذکر کرد والذین آمنوا کسانی که ایمان آوردند قاری صاحب ما آل یک در امی قرآن شما گفتی که ما امی قرآن قبول دارم. عائشه رضی الله عنها مادر مؤمنین هست، یعنی معنوی مادر مؤمنین هست. خودت مؤمن هستی؟ علی جان خودت مؤمن هستی؟ الحمدلله مؤمن هستم قاری صاحب. او فقط ما برات بگم او آیه که نازل شده فقط به خاطر چی که نمیتونی باش نکاح کنی. خب سیس خداوند متعال می فرماید که عائشه ام المؤمنین مادر مؤمنین هست. آل شما به صفت مادر قبول داری عائشه؟ قاری صاحب اگه ما بگم که با امام علی جنگیدم و چی رقم را قبول کنیم؟ امام علی در کتب شما بعد از جنگ صفین به ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خطاب ام المؤمنین کرد. مادر مؤمنین. قاری صاحب اگه او را میاری خیامو امو حدیثی که خودت خوانده که امام صادق کافر گفته چی؟ ما آن یک سوال میکنیم کی میگه که عائشه رضی الله عنها خط علی جنگید؟ کی میگه؟ در جنگ جمل. کی میگه؟ در جنگ جمل زیاد است قاری صاحب. همین خودتان بر خودتان معلوم است. برادر عزیز ما پیشتر به شما گفتم شما از کتب خودت انکار کردینی، از کتب خودت. لیکن از جنگ جمل هست. شما جنگ جمل کدام؟ جنگ جمل صغرا میگی یا جنگ جمل الکبرا میگی؟ کدام جنگ؟ گوش من نمیفهم قاری صاحب. جنگ جمل همون چیز طلحه زبیر علی جان برادر عزیز آلی که در کتب شما به شما گفته قرآنی اصلی نیست. آیا در بخاطر عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها دروغ بستن و شدگی نیست در کتب شما؟ الله اکبر. یعنی خودت قضاوت بکنید که با قرآن دروغ بستگی هست در کتب شما، با ائمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم دروغ بستنی هست در کتب شما. با ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دروغ بستنی نیست؟ قاری صاحب ای که ام المؤمنین گفته تنها عایشه را نگفته، همه زنای پیامبر را گفته. ولی شما تنها عایشه میگید. همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. علی جان برادر عزیز همه زنها، یعنی عایشه رضی الله عنها یک زنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، مثل که خدیجه الکبرى رضی الله عنها هست، مثل که سوده رضی الله عنها هست، مثل که ام سلمه هست، زینب هست، حفصه هست، عایشه هست. همه زوجات رسول صلی الله علیه و سلم هست. با همه گفت که و ازواجه امهاتهم، همسرای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنین هست. آلی شما قرآن گفتی که قبول داریم، آلی امو آیات قبول داری که خداوند متعال میگه که مادرای زنهای پیامبر صلی الله علیه و مادرای مؤمنین هست. آلی بس شما قبول داری زنهای پیامبر صلی الله علیه و همه زنهایی که مادر ما هست؟ ما به صفات قبول داریم که نمیتونیم کدش نکاح کنیم. لا اله در دانیش باید شوا. قاری صاحب در سوره تحریم خود جوابش داده دیگه. کجا؟ سوره تحریم. در کجا هست در سوره تحریم؟ آیه 4. آیه 4 او عائشه رضی الله عنها کجا هست برادر عزیز؟ قاری صاحب ما بیارم از کتاب خودتان که گفتم همین دو زن همی عایشه و حفصه است. ما بیارم از صحیح بخاری. صبر کو او باز بیار ان شاء الله مو جواب میتم. لیکن آیات در آیات زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. او زنی لوط علیه السلام و زنی نوح علیه السلام در امی آیات ذکر کرد. قاری صاحب صحیح بخاری بهترین کتابتان است یا نه معتبرترین کتابتان؟ ولی سیس باز بیار مشکل نیست. لیکن در سوره التحریم در سوره آل ما شما یک سوال عقلانی میکنم چرا که شما کتاب نمیفهمی علی جان برادر عزیز. آل ما یعنی در سوره التحریم چی آمد؟ یعنی عایشه رضی الله عنها یک زنی منافق بود یا کافر بود العیاذ بالله؟ چی شما مطلب میگیری؟ دسیسه میکردن در علیه پیامبر. او دسیسه نیست او برادر عزیز. او سعی کنید در سوره تحریم اگر از ابتدا شروع بکنید شما کمی که فکر بکنید. و خدا قسم ما خیرخواه شما هستم. سعی کنید یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. ای پیامبر ما شما چرا یک چیز حرام به خودت میکنید و رضای زنهای خودت میطلبی؟ آیا یک زنی که خدا نخواسته با پیامبر صلی الله علیه و سلم یک پری بجور بکنه یا دیگه و دیگه، آیا بعضی پیامبر صلی الله علیه و سلم رضای زنهای خودت طلب میکرد؟ تبتغی مرضات ازواجک. قاری صاحب کل آیات قرآن در کتاب خودتان آمده. چی آمد؟ در صحیح بخاری آمده که پیامبر یک ماه فیکس با هیچ زن خود حرف نمیزد. در صحیح بخاری
خب او خو سیئه است، او خو در سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول خدا بود، اما زوجات پیامبر صلی الله علیه و سلم معصومین نیست. از عائشه رضی الله عنها، از حفصه رضی الله عنها غلطی شد و باز خداوند متعال گفت برشان گفت ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهرا. همه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر صلی الله علیه و سلم در کتب شما امام صادق علیه السلام آمد. آیات تخییر در سوره الاحزاب که نازل شد، یا ایها النبی یا نساء النبی، در سوره الاحزاب میآید که آیات امام صادق علیه السلام میفرماید که آیات تخییر که نازل شد به خاطر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها آیات تخییر نازل شد. زنهای همه پیامبر صلی الله علیه و زنهایش آمد با پیامبر صلی برشان گفت که طلاق میخوایی یا الله و رسول میخوایی یا دنیا میخوایی. اول عایشه رضی الله عنها امام صادق علیه السلام میفرماید که آمد که ما الله و رسول خداوند میخواهیم. دیگه زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، خلاص شد. در این تتوبا الی الله فقد صغت قلوبكما. پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق نداد، پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ چیز برشان نگفت. این زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم نیست. در خانه هر انسان یک چیز میآید، در مابین انسان ها یک چیز میآید. اما زنهای پیامبر صلی الله این صحیح بخاری است. چی است در صحیح البخاری؟ صحیح بخاری. این دیشب از تو پرسان کردم برای ما جواب ندادین. چی است؟ انا خودتان بخونین قاری صاحب. حدثنا موسی ابن اسماعیل حدثنا جریره ان نافع ان عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فشار نحن مسكنت عائشة فقال سبحان الله. انا قاری صاحب خودتان ساکن در کتاب خودتان از در کتاب من نیست قاری صاحب نه میفهم. اینجا چی گفته قاری صاحب؟ چی دیگه چی؟ نحو شما اموت نحو چی میگه در عربی؟ معنی چی است؟ فاشار الى نحو مسكن عائشه. نحو چی معنی داره در لغت العربی؟ در این خانه. دروغ نگو، بل هذا در این خانه میگه من هذا المكان در عربی میگه. قاری صاحب سعی کنید ما امو چیز ما با ملاهای شما با امیر و جواب دادیم، بعد ساکت شد، هیچ غیرت نداشت که جوابی ما بوده. آقاهای شما اما الفاظ روایت نمیتونی بخوانید. سعی کنید مسئله چی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز خطبنا یعنی آمد به منبر خودش خطبه را شروع کرد. نحو در عربی به یک جهت میگه. جهت میفهمی؟ مثل ما شما میگیم شمال، جنوب، مغرب. میفهمی؟ مغرب، شمال، جنوب. ای در عربی جهت میگه. نحو پیامبر صلی الله علیه و سلم در منبر بود. منبر به طرف دست یمین عراق و شام هست. به طرفی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگه، ای راوی میگه و اشاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم کنه شما امور روایات اهل سنت بلاز خدا کما کی بفهم. قاری صاحب یاد دقیقاً نحن مسکن خانه رو مگه نه؟ میفهم سعی کنید. قاری صاحب باشه اینجا با امیر تاخیر کنیم باز خیر خودتون باز صبر کو که ما چیز پورا کنیم. ای با ما بسیار ملاهای شما را جواب دادم. علی گوش بگید که شبهه های شما اگر اصلاح شو اگر نشو مسلمانه اینجا هست در لیف او باید بفهم. سعی کنید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ای کس راوی میگه، راوی غالبا عبدالله ابن عمر هست یا عبدالله ابن عباس هست، کسی که روایت میکنه امین میگه فاشار بیده نحو مسکن عائشه. چرا خانه عائشه، اتاقی حجره عائشه رضی الله عنها دروازهش به مسجد نبوی چی بود؟ واز بود. یعنی نبی علیه الصلاه و السلام هر وقت از طرف خانه به مسجد داخل میشد، از اتاق و از حجره عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها داخل میشد. او راوی میگه نحو طرفی مسکن عائشه. چرا؟ در دست یمینی رسول الله صلی الله علیه و سلم منبر رسول الله باز خانه رسول الله هست، همه خانه حجرات امهات المؤمنین هست. به طرف امی خانه چرا که نزدیک بود خانه عائشه رضی الله عنها. باز در اینجا سعی کنید اگر ما شما اگر بعد این توهین رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در امین این روایت اگر شما به می ترجمه را بکنید
آیا در اینجا میگه که یخرج منها هنا الفتنه و یطلع قرن الشیطان. قرن شیطان از همین خانه بیرون میاد. یعنی بله این ترجمهش هست. بله خب علی شما یک کوچک سوال میکنیم ولی از خدا جواب میدید از خاطر خدا. یعنی قرآن در یک جای نازل میشد که اونجا قرن شیطان بیرون میاد. قرآن که در خانه امام علی نازل میشد. صبر جوابی ما بدید. و رسول الله در اونجا دفن میشه که از اونجا قرن شیطان بیرون میشه. این توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم است یا نیست؟ خب قاری صاحب در کتاب خودتان هست من کاری ندارم. کتاب ما هست. ما جواب دادیم کتاب ما هست برادر عزیز. طرف او جهات هست. قاری صاحب در ما که طرف خانه عایشه اینجا در طرف خانه عایشه گفته مثلا مثلا شما در خانه خودت هستی. یک مثال عقلی بودم. در خانه خودت هستی. در طرف شما یک انسان عالم استاد است مثلا در دست یمین شما و شما اشاره میکنی که در امو طرف یک انسان میایه که او شیطان هست در طرف ما. مثلا به پشتو در دری یک مثال اگر خدا کنه که بفهمید. در طرف ازو یعنی از این طرف یک کس هست او دجال هست. حالی که در خانه ما در خانه تو که امو انسان است امو مطلب شما هست یا امی طرف شما هست که از این طرف یک کس امو تر بیرون می آید خارج میشه. شما امو شبهات فقط میاری به مردم عربی نمیفهمید. قاری صاحب خودم چرا آمد همین چیزا چرا آمد در کتاب خودتان؟ من میرم میگم چرا در کتابای شما توهین شده؟ سعی کنید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به امت تعلیم میده که در آینده ما که از دنیا برویم. چرا آمد همین چیزا چرا آمد در کتاب خودتان؟ من میرم میگم چرا در کتابای شما توهین شده؟ سعی کنید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به امت تعلیم میده که در آینده ما که از دنیا برویم در آینده از طرف عراق فتنه ها خارج میشه. امام حسین علیه السلام در کجا شهید شد؟ او انسانی در کجا؟ قاضی صاحب بیار در کجا عراق گفته؟ والا که اگر عراق گفته باشه من این حق سنی باشم. بیار شما مدینه المنوره را دیدی؟ خوبی طرف خانه عایشه گفته طرف مدینه و عراق نگفته. قاضی صاحب طرف خانه عایشه رضی الله عنها در جهت کدام طرف هست؟ در طرف عراق است یا در طرف یمن هست؟ خود تو که اشاره میکنی طرف یک خانه تو خوب خانه رو میگی تو پشت سرش نمیگی. علی جان شما فقط یک بغض قتی المؤمنین مادرای مؤمنین داری فقط. ما بغض ندارم قاری صاحب. صبر شما امون نفاق و کفر و شرک در دل داری فقط بغض و عداوت به امهات المؤمنین داری. دیگه که ما کتابی ما هست ما تشریح بر شما میکنیم. برو اونجا شرح فتح الباری را بگیر خودت امام ابن حجر رحمه الله حجر الاسقلانی رحمه الله خوب تشریح میکنه. باز اونجا برو در گوگل نمیشه کنید که ما معنی یخرج نحو و اشار نحو مسکن عائشه. برو اونجا در گوگل نمیشه کنید که چی معنی داره. بله از خدا که عربی نمیفهمی جهت و نحو فرق نمیکنی. و اشار الى بیت عائشه اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود ممکن. لیکن چی میگه؟ او رسول الله نمیگه. او قول راوی هست. قول چی هست؟ قول راوی. خوبی راوی دروغ گفته قاری صاحب. گوش بگی